کل ما از فردا ترس داریم که فردا چی خواهد شد. به می دلیل همین روز ما در غم و درد تیر میکنیم. تشویش می باشیم که چی خواهد شد. باز روز فردا که بیای، باز روز دیگهش تشویش می باشیم که چی خواهد شد. و از یادم میره که امروز فردای دیروز بود. اگر دیروز تشویش بودی به خاطر فردای، امروز پس همون روز است. فردا پس همون روز است. چرا نه همه چیز به الله سبحانه و تعالی بانی و بگی توکل والله، هر چیزی که آمد ما حاضر هستم. و نخواندین که ناامیدی گناه کبیر است. هیچ وقت از یاد نکشی که فردایت اصلا امروز فردای دیروز بود. زندگی را به لذت پیش ببر و انشاءالله کل مشکلات زندگیت الله سبحانه و تعالی حل خواهد کرد. اسمعوا قلبي يناديكم يا بني الروح تفديكم هل نسيتم دمعتي تجري كأسها بالحب يسقيكم